بسم الله الرحمن الرحیم. ما میخوایم تو این ویدیو فول سابترکتور یاد بگیریم که چجوری کدش رو تو VHDL بزنیم. فول سابترکتور سه تا ورودی داره و دو تا خروجی داره. A, B و B این ورودی هاش هستند و D و B out یا برای out خروجی هستند. برای به دست آوردن BO جدول کارنوش رو میکشیم و آنات B به علاوه آنات B اینه به علاوه به این برامون به دست میاد از جدول کارنا و برای دی هم ایکسور ستاشون به دست میاد. برای زدن کد VHDL نرم افزار ISE رو باز میکنیم و پروژه قبلیمون رو کلوز میکنیم و پروژه جدیدمون رو ایجاد میکنیم به اسم فول سابترکتور. نکست رو میزنیم. میپرسه که یه فایل دیگه هم این همین بوده، من آوررایتش کردم و چک میکنیم که این صفحه هم با این مقادیر یکسان باشه و نکست رو میزنیم و فینیش. در اینجا یک سورس VHDL ایجاد میکنیم و به اسم مین یا متد اصلی ما ریپلیس میکنم با چیز قبلی و ورودی همون A B این و خروجی همون D و B out هستش و این دوتا هم چک میکنیم که out باشن و باز هم نیستن. پروتوتایپ ایجاد میشه و ما میتونیم کد VHDL رو از روی فرمولی که به دست آوردیم بزنیم و BO داریمش که میشه آنات B به علاوه BO مساوی میشه با آنات A و این هم داخل پرانتز باشه not A and B or not A and B in or not or B and B in. دقت کردین که من اینجا آ رو کوچیک نوشتم عمدن که بفهمیم که آ با این آ فرقی نداره و دی رو هم که ایکسور سه تا مقدار ورودی هستش آ ایکسور بی ایکسور بی این دیگه کلان کوچیک نوشتم و چک میکنیم ببینیم درسته آیا یا نه. سینتتایز که شد تست بنچ مناسبش رو خواهیم نوشت. تو این سینتتایز که انجام شده ما اینها رو انجام دادیم و توی ایمپلیمنت دیزاین رو انجام دادیم. در آینده میگم اینا چی هستند. توی سیمولیشن یه تست بنچ VHDL درست میکنیم واسه کد VHDL نوشته شدمون. VHDL ماژول VHDL تست بنچ و تست نامگذاری میکنیم و تا آخر میریم جلو و اینجا نیز کامنت ها رو که گفتم کاری نمی کنند و مقدار کلاک رو میتونیم پاک کنیم، میتونیم کامنت کنیم و کلاک پروسس رو کلا ببندیم و این قسمت رو نیز لازم نداریم و این هم کاملا بی اهمیت است برای ما. در اینجا باید سه تا مقدار رو مرتب کنیم که آ در این حالت بشود صفر و بی بشود صفر و بی این
بشود 0. در حالت بعدی بی این 0 خواهد بود هشت حالت باید بشه که من این قسمت رو انجام میدم. همونطور که میبینید 8 تا حالت رو من نوشتم: 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 و 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 و 1 1 1. در نهایت تست بنچمون رو با کلیک کردن روی تست و باز کردن آیسیم سیمولاتور چک میکنیم. میبینیم که مشکلی نداشته و سیمولیتش میکنیم. میبینیم که کد ما اجرا شده و در حالت اول که ورودی هامون 0 هستند، خروجی ها هم 0 هستند. در حالت بعدی بی اینمون 1 و خروجی ها هم 1 هستند. بی این 1 و خروجی ها 1. در حالت بعدی فقط بی 1 و خروجی ها 1 هستند. بی 1 و خروجی ها 1. در حالت بعد نیز همین منواله، ورودی ها بی و بی این 1 هستند و خروجی 0 و 1. بی و بی این 0 و 1 و همینجور تا آخر، تا جایی که ورودی ها 1 بشند و خروجی ها هم 1 میشوند. همه 1 هستند. مقدارها هم توی قسمت ولیو میتونیم ببینیم. این بود طریقه نوشتن کد VHDL فول سابترکتور. و اگه مشکلی چیزی بود توی صد ما به ام بگین توی آدرس تلگرام اینجا. خیلی ممنونم از اینکه ویدیو رو دیدید.